خب دوستان امروز اومدیم بررسی اکانتم بعد از 2 ماه نبودن ببینیم چی شده که دست رفیقم بودم چه کار کرده و خلاص. سلام به همگی. خب دوستان همینجوری که معلومه من بعد از حدود 2 ماه اومدم رو اکانتم، یعنی 2 ماه نمیتونستم پلی بدم و این اکانتم دست یکی از دوستانم بود. خب بریم بررسی کنیم ببینیم چه جوری و چی شده و چه کرده. اول بریم این کار رو چک کنیم. خب دوستان لول 57 که فکر کنم نمیدونم چند با لولش. خب بریم 60 بشه 10 تا کاستوم میده. خب نفر سرگی چیزیه. خب دوستان لایکم حدود 600 تا لایک جمع کرده. یه سیزن 2 تا سیزن تا هیرو رفته. سیزن رو این 4-5 تا هیرو رفته. خب دوستان که گروزا لول چی این گروزا و این خب فریاتی اینجا برداشت اینا رو بعد تغییر داده. جی اف جی اف نمد گفت محمد خوب دمش کرد خودم گذاشته. ببین چه اصلا این بالا امروز چند خودش بره داد تک نفره 2 تا رو زده. خب دوستان صد این چجوریه 14 روز بخشش اینا خودش آورده اینجا. اینم همینجا رو برده خودش. اینم آره کجا رفت دیگه بقیه رو خودم آوردم. نه این شاتگانا رو من نبرده. اینم خودش آورده شاتگانا رو. اینم خودش اینم بیشترش خودش آورده. چیزی نمونه دیگه بشه 58 بود فاتر. این چیه امیرم. خب بچه های گلدشون اینا کالی دیگه جی اف اینا بچه های گلدشون یو جی خوبه دمش گرم واقعا. نه سیمولی. خب دوستان سکه ها رو که یه لحظه بچه سکه ها حدود 300 کا بوده الان شده 24 کاسه. هیچ اشکالی هم نداره. جمع هم حدود 2600 تا بوده. حدودا 200 تاشو خودم دیروز خرج کردم. چند تا خیلی 2 تا یه دقیقه من خب بچه بذارید خوشو بیارم. دوستان چه من تو این بویا خودم بودم. این 2 تا بویا رو خودش گرفته. این 2 تا رو خودش گرفته که یکیشون تا 125 یکی 77 دیگه نزدیک 100 تا رو بشه خودش. خود من گفتم تا 100 برسون. خب سکه رو گفتی ببینیم چیه. زیاد نکن. خب جمع دوبل 100 تا بزنی 100 تا 300 تا 1000 تا جمع دوبل. میریم بخش جوریه چی اومد. خب این چیه سایت هم بررسی میکنیم سایت رو. خب دوست این چیه یه بنره که بنر که ماشین داشتم با اکانت قبلی. این خیلی خوبه بخوای کسی لایک کنه. دستم که دارم بریم بهتر. این جدید مثلا که بخواد آبی باشه چی هست. این باکسش دارم خودش. این که اصلا خوشانه میگیرمشو دارم. بسه این اومد باکس شانسش خیلی کمه. خب بریم پایین ببینیم چی داره. تو شانسش رو میزه. شانسش خیلی کمه. آقای ببری
این ست بلوچی رو خیلی خوبه. خب این ست کامله. صدام هم گرفت. خب ست دکترش که هنوز خزه دیگه. این خزه. اینم تو مجیک کیوب هم اومده. این اینم که خزه بابا چی. خب اوه بچه این خیلی بده. این دوتا خیلی بده که خزش کرد. بچه اینم خز کرده. نه دیگه واقعا اصلا ارزش زیادی نداره بخواه خرجش کنه. اوه چی شد؟ خب بریم کله خرگوش. کاکا سنگی. آخه اینو دیگه چی رو میاری اینجا؟ دهنت سرویس. اینم که خزش کرده. قبلا میده به یوتیوبر اما خز شد. داخل یافه اومد. اصلا کلا خز کرده دیگه همه چی. خب بریم پایین. اینو داشتم خیلی خوبه شلوارش. این دوتا شلوار اینم داشتم خیلی خوبه. اینم خز کفش یوتیوبری رو اینجا اندازه همون جمی کاملش داخل آفر اومد همون قدره. زیاد فرق نمیکنه. خب ستای کاملش که هیچی بهشون اضافه نشده. این خیلی این داخل یه تورنمنت رایگان اومد. نه که هیچی. خب این دو دست ها ببینید چی. این که هیچی. بابا هنوز رو این دنس ها درست کار نمید. آره این خودش واقعا دنس خوبیه ها. بریم پایین‌تر. بچه اینو فکر کنم گرفته ها. اینو من نداشته بیا اصلا استفاده نمیکنه. نداشتمش گرفته. خب ببینیم بک هاوش. این خیلی خوبه. لوت باکسش لوت باکسش هنوز درست نشه کن. اینو دارم ماشین نزید هنوز برش بابا این مال کی بود؟ این آواتار مال فانتوم بود آوردش. گربه چیکیده. بریم پایین‌تر. چیز هم بخش اسمی و اینا و بابا این شانسی خیلی خوبه. خب اینو داریم کارتانه یخ. ببین بهترین یخش داخل اینا یکی اینه. این واقعا یخ باحالیه. اینجا دوتاش چی؟ این دیگه چه میگیه؟ این چه میگیه؟ برام میگه تو کم کتاب این خصوص شیرها. بچه اینو من نخواهی ندارستم. شانسش الان میگه 19% واقعا خوبه. با 5 تا میده یه دفعه امتحان کنم. کارت بسیار I like to be on my own, but let's explore together. این هم کاراکتر جدیده. خب بچه من مثلا کاراکتر خوب کنم. این هم باکس شانسی میده رو بخواه بگیره. حیوان جدید هیچی نیست. اسکین قدیمی. حالا بعد 2 ماه اومدیم زیاد تغییر نکرده. خب مجیک کیوب چند تا داریم؟ 239 تا خوبه. M4 ساکورا فقط کلاش M10. این چیز جالبی نداره. اینم که خیلی دومین. اینجا چی داره؟ اینو بردارم. کجا؟ اینو واقعا اینو چی داره که فقط کلاش شد. اینشو دوست دارم. همینو که میگیرمش. همینشو نه زیاد نمیخوام رو بگاه بدم. این که هیچی. خب که نه همون قدیم فقط همون یه ستش جدید اومده بود. خب چی داره؟ شلوارش
بریم پایینتر چی داره. اکثر هم قدیمی هن. آره هم قدیمی هن. چیز جدید نه. چند تا این میخواد خرش کنم. اینو میخوام اینجوری بگیرم رو اکانت باشه. خیلی خوب اونو گرفتم. یه سری هم از خط شد که فایده نداره چون رایگان کیفه رو میگیرم جلوی داشت. خب دیگه 8 تا چی داره میشه 300 تا با این بابا هیچ چیز نمیشه برم خط گیفت. او مای گاد باکسش البته چیزه ستش چی گیفت لباس خوب واسه گیفت شلوار هم داریم نه هیچی یه دونه دوتا این دوتا واقعا خوبم اینا رو بشه گیفت کنیم. چیزی اصلا هنوز به درد نخوره. خب لاکی رویال شو اینه چیه این دهنی بشه آجی عجب بابا کوکونی حالت نارتان گفتن فکر نمیم چیزشه لوت باکسش آره اینم توکن توکن زیاد جمعی کنه همین یه تک اسمی زنم یه توکن به این داده چی با 200 خودش رو میده اینم با 50 این بنرش خیلی خوب است کنوشی اینم جالبه اینه داشته تک اسمین خودش زده دوست داره اینا رو نزده حالا چون میدم نمیده بخواد بزنی نمیده خب بریم پایینت اینم کی هنوز همون گیوین پیای اینم خره گوشه که نه هنوز به در نمیخواد اینو دیگه نمیدم درباره این نظری ندارم. خب بیایم پایینتر جدید ببینیم این ستشو داره خب دوست من میزنم واسه ست بعدیش اینو فکر کنم خوب گرفته خودش اینم این خودم زدم اینو نگرفته میگیرمش اینو بعد بریم نگاه کنیم. خب بریم از اول ببینیم چی ها داشته اصلا دو پس نبودم. خب ست زنانش خیلی خوب ست زنانش اسکار بتونم اسکار رو مکسش کنم با شاپ اینم اسکار باکس پد فکر آره باکس پد اینم اسکیت بورد جلو بنرش خوبه اسکن ماشین داره عجب بریم خب نیدش چی خیلی باحال نگاه نیدش خیلی باحاله اسکار بریم جلو اینم لوت باکسشه که عالیه. خب آواتارش جالبه. خب بریم جلو این چی AC80 هنوز کامل نشده ولی بریم تا چی خب این چی اینم یه اسکیت بورده خیلی خوبه خب بریم جلو این دستش خیلی خوبه 90 بشی میده خیلی باحاله.
یه جوری که یه حالتی داره که یه چیز افتاد یه رفت حالی. خیلی خوبه چون پیراهنش شلوش دیگه چی با صورتش حالی. اینو پس که گرفتش این نوشته میزنم چی هست این داخل این خب چند هستن در خدمت. ده خب بچه ها این آیتماشو ببینیم. این که چیه دمیج 487 تا 1000 تا 10 تا اینا داخل بگیرمش اونایی که داشت ببینیم به درد چی میخوره. خب بچه ها هم دنس سوال این رو میخوام. این چی نوشته کلا از این کس شیراز چی. خب اینم برنه روی کس شیراز صورتش خوبه موهاش با این تر اینو میده. خب ببینید چجوریه اسکین بی لقد اینو ترجمهش کنه. اینو میگیرم kill enemies white nin نمیده حالا با اون باید بزنی سه تا رو اینم که هیچ او جمع دوبل گمید سایه بتر که جمع من چیز که اومدیم پایین ترش رو بینیم جهانش چجوریه. خب بس گیل فرند خب مثل قبلا چه جایی اینجا ببینیم از رنگ بدونیم. خب این 3766 تا 4000 تا برسه خیلی خوب میشه. میتونم برم خب بچه ها چی زده بچه رنگ بچه رنگ رو ببینم تا 43 روز آینده پریست میشه. کلش هم تا 15 روز. این دیگه چیه تا 3 خب اینم یه شاپ بشه. خب او جدید اومده نه همون من رو گرفته دیگه نمیدونم. اینم این آیتما رو گرفته دوستمون. این تغییر کرده به خود برسه. خوب رو بگیره این دنس رو میگه این دیگه چیه این فور اسکنش خیلی بالا 6 تا باید بگیره. این 12 اینو مثل قبل آره چیزه چاله اینجا دیگه بعد رنگ نفر 11 برم کیل خودش داخل خودشون نفر 11 دوستم 5580 تا بدم. جوایزش نمیتونم بگیرم جوایزش
همونجا بزش واقعا. اوه بچه های گیر لول 7. خب 2000 تا گیل داخل کرد ببینیم چیز جدید اومده. قبلا گرفت. آها مثلا اینا رو این بنر رو گرفتم، اینو آواتو گرفتم، اینا رو الان کادمش ساعتی خیلی خونده تا خیلی بابا. اینو بگیر. چهار تا بزنم این حاج این گروزا رو خیلی این که باکس میزنم. چیز جالبی نداره خودمون گیل جمع کردیم. اینم اومدیم. ها بگایم چی شده. خب این روها رو گرفته، اینو خودم گرفتم، اینم که خودم بودم، اینو من نگیدم خودش گرفته. خب بریم پایین‌تر. اینم گرفته کنه از رایگان این گرفته. خب خب این ساعتیه اینو گرفته. اینو باکسشو داشتم باز کرده. اینو که سایز خودم گرفته. خب اینو گرفته دمش گرم. بریم پایین‌تر. اینم گرفته، اینم گرفته بنوزم. اینم گرفته. اگه دو این مال اینه. این که مالا گرفته خیلی خوب. بریم گرد این که مالا خب باکس ها اینو خودم گرفتم داشتم، اینا رو میداشت اینو گرفت. خب ساعتی داشتم این ساعتی دنس نگرفته متاسفانه به هیچی. خب همه رو گرفت بکنم اسکاله داشتم. این بک خودم گرفتم، اینو گرفته، تو رو گرفته، بک گرفته یه چند تایی. خب اینو گرفته، اینو گرفته. یه ساعتی ها اصلا هیچ اینو گرفته خودش احتمال. اینو مثلا گرفتم، اینو گرفته. خب برای ماشینا اینا رو که داشتم اینو گرفته، اینو گرفته چیه؟ اینو که خودم گرفتم و اینو گرفته خودش. خب میگم گرفته خلاصه چیزایی دمش گرم. این نمیدونم مال چیه که خب باکس ها ببینیم چی ثبت مال کجاش شاپش کجا توکن. این خود یکی درست توکن جدید نیمونده روش. باکس ها ببینیم روزا و اینا رو خودم دیروز باکس کارکتر چیه؟ خب بریم با سیت دکتر. It's all in the mind. So we did sort of. اوه اینم که حرف نداره. عالی. چیه دیگه
چیز دخترم واقعا دمش بریم طبیعت یه دونه اسکار دائمیشو گرفته دمش کرد. خب گرفته. خب خود داشتم اسکر بهترش رو بریم خودم گرفت. اینو داره اما ساعتی تا اینو گرفته خودش دمش. خب این M10 اینو گرفته. باز شاتگانه رو گرفته دمش که نمیدونم مال کجاست چجوریه. اسکینه خودش گرفته. آخ کنه بودم چیزایی اومده که حالا بعضیشون شاید نگرفته باشه. آها عجب. تابه گیجه. اینو گرفته دارم. اینو گرفته ساعتی اما بخش کاتانو گرفته چی داسمی چی. این هم که خودم گرفتم. همونجور که من 3 تا گانه لولی دارم. گروزایی که لول 2 یه MP40 با یه عقرب. ببینیم چند لولش خودش خیلی اصلا هر گانی بیشتر استفاده کنید مراحلش رو یه هفته کارت رایگان بهتون خوبه استفاده کنید. خب بریم Ready for some glowy pranks? Balance. The key to true strength is what I've been. Get too close. I don't destroy. Some people. Neurons sparking. You know those angelic pants? Those were my design. این کاری Kindness and restraint. Turbulence and desire. خودش گرفت. These are never-ending battles within me. Kindness and restraint. Turbulence and desire. I can always find my way back home. اینم کاراکتر جدیدی که ببینم خود بشه. بریم های خب همه از من قبلی هم که فول کردم. خب بریم اینجا جدید خیلی بسته بشه. اونا کمال الیت های قبل انا. ببین اینجا چی اومد. نه قبلی هم چیزی اینه کتاب. خب کتابش چجوریه. میاد اوه با این چند تا مپ جدید آمده. دوستان اینو هنوز فول نکردم. فول کنم نمیدونم چرا نمیشه. خب فول کنم این دنسه رو بگیرم نمیشم. کردیم بریم تنظیمات همه رو زده 200 تنظیماتی که خودش گذاشته خودش چجوری خود از من چی بلایی میداده. آره این خب کنم که این تفرمول. خب دوستم زئوس اوه ایران بناز. خب بریم زیاد جمع کرده من بچه گل شدم. اینو عباس خیلی هست
نفراتم خیلی کم بوده. کارت ازدواج ندارم بگیرم. خب یکی دارم که های فایلش هم این کجاست؟ این I don't destroy. I invent. یک دلاری 100 بسر زد برای فکر کنم تو خیلی نفید. خب دوستان I don't destroy. I invent. خیلی ممنون بابت حمایتون. لطفا حمایت پر من نیستن دیگه. خیلی ممنون. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. I don't destroy. I invent. خب ببخشید دوستان اینا رو من چک نکردم. این سایت رو ببینید که جایزه ببینیش این هسته و از این با 20 100 تایی از اینا. خب 4 تا با یکی کنه. خب 100 تا. خب ببینم اینو گرفتم آجی 500 تا بشه. اینو میده که خیلی خوبه. اینا اینجوری اصلا برگشت دوباره نمیده. خب اینو گرفتم. موریتاش هم که هنوز کامل نکرد. معمولیت یه بار باید وارسی بشید 2 تا کیل بگیرید 30 دقیقه پلی بدید 5 پلی رنگ خب این دیگه نمیاردش احتمالا مال فیلتر. خب امروز داره. خب مثلا این که اومده 78 تا خود خیلی کم. و دوستان داخل این آفر من یک کارت ازدواج گرفتم. خودم گرفتم البته دیروز. چی میگم یک کارت ازدواج که نه بابا یک کارت تغییر اسم گرفتم با یه دونه از این باکس ها اینجا گرفتم. 24 تا اینجا دادم. خب پایین از این هم گرفتم 2 تا از اینا گرفتم. خب این برش که تمام بوده. این چند تا 219 تا خرج کردم آجی. این برش 24 تا مال باکس ها. این 20 مال این باکس یه دونه اینجا گرفتم. باکس رو گرفتم. خب آره دیگه باکس یاد گرفتم مثلا که دکور اینا بده. خب آفرش هم که میره. خب دوستان خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی. I don't destroy. I invent.